خیلی حال میکنم با امید جان چقدر ویدیو خفنه. دلت قد ساختم خدم شکستم بارونی سن آروم من تنها تو خیابون چیز دادی کدی زارم خوبید یالله زابد در نظرم اوه چه جونوریه. چه واقعا اینم سورپرایز بارون. درود، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. پریستا هستم، خوش اومدید به چنل خودت. خیلی خوش برگشتید به یه ویدیو دیگه در پریفان میوزیک. این بار برگشتیم خدمتتون با یک آهنگ بسیار داغ. پس بدون معطلی میریم و شروع میکنیم. همراه میشیم با امید جان که یک بار صداشو شنیدیم و کلی عاشقش شدیم. یه دل نه صد دل عاشق. بریم آهنگ جدید چی شد رو بشنویم. و باران جان. آره شاید هم بارون، یعنی بارون میتونه اسم مرد باشه یا زنه. باران افشار. آرام بارون. تموم شد دیگه، این بارانه. تموم شد و هشت. بریم و لذت ببریم. اوه ضبطو ببین، از این ور صدا میاد بعد دوستش دارم. یادم قبلا وقتی بودی همدم دست تو میگرفتم بارون میزد نم چقدر دلم تنگه حرفمو کسی نمیفهمه بیا پیشم دوباره دلت چقدر بیرمی بگو چی شد آخه آغوش تو این روزا مال کی شد تنهای شبای من واسه میگفتی دوست دارم پس چی شد آخه بگو چی شد آخه آغوش تو این روزا مال کی شد تنهای شبای من واسم عادی شد میگفتی دوست دارم پس چی شد دلت کده صورت تو را میورم ده. اینم سورپرایز بارون. من عکسشون روی تامنیل دیده بودم و فهمیدم که این دوستمون باران هستن. چقدر موزیه. تقلب ریز بود، فوق‌العاده است. امید جان برهان خیلی صداشون قشنگه و عاشق پاپ و رپ ترکیبیه. خیلی قشنگه. آفرین. خب حالا چی می‌خواستی بگی؟ خیلی حال میکنم با امید جان برهان. چقدر ویدیو خفنه. دلت قدر صورت تو را میورم دیوت تو نیستا که تایودم نمیروی آیوت مثل کساله که میشم دوباره وقتی فکر میرود دوباره دو چشموی که پیشتر میشیدم چیز نیست دیگه جز غم چیز نیست چشموی زیبوی شیشه تو دا میگه نگاره بگم و انتظاری بخشیشه شیشه نمیشه پایوست کروی برق است عشق چه شکست هوای سرد برق قلم دودی سیگارت از به در دل علم برای دیگر ما بولشت دیگه نیست دستم ویسکی کولا روکس ما مستم یگون چی در کار نیست خطنک پاستیل تیموس چیزی ساختم خدم شکستم بارونی سن آروم من تنها تو خیابون چیز دادی کدی زارم خوبید یالله زابد در نظرم گرچه ضربه دلک با مذابت ریختم زدم بگو چی شد آخه آغوش تو این روزا مال کی شد تنهای شبای من واسه عادی شد میگفتی دوست دارم پس چی شد آخه بگو چی شد آخه آغوش تو این روزا مال کی شد تنهای شبای من واسم عادی شد میگفتی دوست دارم پس چی شد
خاطراتو سوزوند، خونه عشق و سوزوند. با این سوزوند وای عشق سومش اومد نجاتش. نترس، ما تا ضرر نمیرسونم. اوه چه جونوریه. چه واقعا خاک تو بر وقتی بعد ما رو نقص دیدی. بگو چی شد آخه آغوش تو این روزا مال کی شد؟ تنهای شبای من واسه عادی شد. میگفتی دوست دارم پس کی شد؟ آخه بگو چی شد؟ نماد بارز کیفیت، تنظیم بالای بی‌نظیر. یه لول دیگه‌ن. آفرین. خیلی 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 خوشم میاد که واقعا یک همچین چیزهایی رو داریم میبینیم و میشنویم. آره اینم از تاجیکستان که همیشه چیزهای سنتی فرهنگی و این چیزهای این مدلی میبینی، اصلا یه لول دیگه است موسیقی. خیلی قشنگه کارش. دوست دارم همه آهنگاشو بشنوم. اون سری هم گفتیم یادته؟ ولی یکم موزیک ویدیو خیلی خشن بود. خشونتش زیاد بود ولی قشنگ بود. یعنی بیشتر از این که بخوایم از حالا مثلا موزیک ویدیو خب جذابه دیگه، ولی شعر و اون اجرایی که دوتاشون کردن و کیفیت چه تنظیم آهنگ چه حالا تصویر، صداهاشون به هم میخورد، هم صدای رپ هم صدای پاپ، همخونی خوبی داشت. خیلی قشنگ بود. بارون در کنار امید جان. خجالتم لذت نمیکشه. بردیم. دمتون گرم که تا اینجا با ما همراه بودید. قربون شکل ماهتون بشم. ماچ به کله. زود برمیگردیم خدمت. خدا نگهبان.